به پادکست پرژین هکر نیوز خوش اومدید. امروز قرار خیلی عمیق بشیم توی دنیای ابزار واقعا جالب و به نظرم قدرتمند برای تحلیل کد. اسمش هست سمگرپ. سلام به همه شنونده ها. آره، امروز میخواییم سمگرپ رو بررسی کنیم و منابع اصلیمون هم وبینار معرفی سمگرپ از کانال تریل آف بیتس هست و البته راهنمای تستشون که خیلی مفصله. درسته. هدفمون اینه که شما شنونده عزیز با سمگرپ آشنا بشید. یعنی بفهمید قابلیت‌های کلیدیش چیه، چطوری باید ازش استفاده کرد و مهمتر از همه تیم‌های حرفه‌ای مثل تریل آف بیت چطور واقعاً توی کارشون، توی ممایزی‌های امنیتی ازش بهره میبرن. و اون راهنمای تست تریل آف بیتس که گفتی توی وبسایت offset.guide هم هست. خیلی منبع خوبیه چون هم مهندسای با تجربه نوشتنش هم کلی بازبینی شده. آره، حتی با همکاری خود توسعه دهنده‌های سمگرپ آماده شده. جالبه که تمرکزشون هم بیشتر روی یکپارچه سازی با CI/CD بوده. یعنی همون فرآیندهای اتوماتیک توسعه نرم افزار. خب عالیه. از کجا شروع کنیم؟ اول بگیم سمگرپ اصلاً چی هست؟ آره، اول ببینیم چیه و چطوری میشه راش انداخت. نصبش که خب خیلی سر راسته. با پایتون پیپ میشه نصب کرد. اگه مک دارید با برو هم میشه. یا حتی با داکر. یعنی دردسر خاصی نداره واقعاً. دقیقاً. بعد که نصب شد، فقط کافیه برید توی دایرکتوری کد پروژه‌تون و یه دستور ساده بزنید. سمگرپ کانفیگ آتو. همین. خب همین اول کاری این کانفیگ آتو یکم جادویی به نظر میاد. یعنی چی کار میکنه دقیقاً؟ فقط یه سری قانون پیشفرض رو میزنه یا نه باهوش‌تره؟ سوال خوبیه. نه، اتفاقاً خیلی هوشمندتر از این حرف هست. ببین، وقتی شما کانفیگ آتو رو میزنی، سمگرپ خودش میره فایل‌های پروژه رو نگاه میکنه. آها. پسوندار رو چک میکنه. یه نگاهی به محتوا میندازه. ساختار کد رو یه بررسی اولیه میکنه. بر اساس اینا تشخیص میده که شما از چه زبانها و احتمالاً چه فریمورکایی استفاده کردید. پس خودش میفهمه پروژه چیه. بعدش چی؟ بعدش میره از مخزن خودش مجموعه‌های قوانین یعنی رول ست که به درد اون زبانها و فریمورک‌ها میخورن رو به طور خودکار انتخاب میکنه و اجرا میکنه. آها، پس واقعاً کار رو راحت میکنه برای شروع. لازم نیست خود آدم درگیر انتخاب قانون بشه اولش. دقیقاً. یه روش خیلی سریع برای گرفتن یه دید اولیه است. پس روال کلی کار باش اینه. سمگروپ رو اجرا میکنی، خروجی رو نگاه میکنی، باگ‌ها رو رفع میکنی. به همین سادگی. حالا چرا انقدر محبوبه و تیم‌هایی مثل تریل آف بیتس ازش استفاده میکنن؟ چند تا ویژگی کلیدی داره. اولاً که متن بازه، اوپن سورس هست با لایسنس LGPL. خب این یعنی استفادهش آزاده تا حد زیادی. آره، ولی اگه خود ابزار رو تغییر بدی و بخوای منتشر کنی یه سری شرایط داره. دومین ویژگی که به نظرم خیلی خیلی مهمه اینه که کاملا لوکال اجرا میشه. لوکال. این یعنی چی؟ یعنی لازم نیست کدم رو جایی آپلود کنم؟ دقیقاً هیچ کدی از کامپیوتر شما به سرورهای سمگروپ یا هیچ جای دیگه ارسال نمیشه. این یه فرق بزرگ با ابزارهایی مثل CodeQL داره که گاهی برای تحلیل‌های عمیق‌تر ممکنه بخوان کد رو آپلود کنی. این برای بحث حریم خصوصی کد خیلی حیاتیه، مخصوصاً تو ممیزی‌های امنیتی که با کدهای حساس سر و کار داریم. 100% محلی بودنش یه مزیت فوق‌العاده است. ولی خب گفتی هیچ کدی ارسال نمیشه. اما آیا هیچ اطلاعاتی هم جمع‌آوری نمی‌کنه؟ مثلا بحث تلمتری چی میشه؟ چیزی نمیفرسته یعنی؟ سوال خوبیه و خیلی هم مهمه که شفاف باشه. ببین بله، یه مقدار تلمتری ارسال میکنه، مخصوصا اگه از آپشن اوتو استفاده کنی. چه اطلاعاتی مثلا؟ بیشتر مربوط به خود ابزار و نحوه استفاده است. مثلا چه نسخه‌ای از سمگرپ داره استفاده میشه، چه قوانینی اجرا شدن، چه زبانهایی رو تونسته شناسایی کنه، چقدر زمان برده، اسکن موفق بوده یا نه. اینا برای بهبود خود ابزار به دردشون میخوره.
آها، پس خود سورس کد ارسال نمیشه. نه، این نکته حیاتیه که باید دوباره روش تاکید کنم. هیچ بخشی از سورس کد شما حتی یه خط ارسال نمیشه. خیالت راحت باشه. خب خیالم راحت شد. و تازه تمام جزئیات این تلمتری توی مستندات سمگرد کامل توضیح داده شده. اگه به هر دلیلی نخوای همین اطلاعات هم ارسال بشه، خیلی راحت میتونی غیر فعالش کنی با یه متغیر محیطی یا یه فلگ ساده توی دستور. پس کنترلش دست خودمونه و مهمتر این که کد اصلی امنه. این عالیه. دیگه چه مزیتایی داره که اینقدر طرفدار پیدا کرده؟ خب چند تا چیز دیگه هم هست. یکی این که استفادهش واقعا آسونه. دیدید که نصب و اجراش چقدر ساده بود؟ آپدیتش هم همینطوره، تک خطی. آره، این سادگی خیلی مهمه. بعد اینکه خیلی انعطاف پذیره. میتونی قوانین، یعنی همون رولز، رو از روی سیستم خودت بهش بدی یا از اون مخزن بزرگ قوانین آمادهشون استفاده کنی. و نکته سوم، سرعتش. این واقعا جذابه. بعضی ابزارهای تحلیل استاتیک هستن که ممکنه ساعتها طول بکشه تا یک کد بیس بزرگ رو اسکن کنن. ولی سم گروپ معمولاً توی چند ثانیه یا نهایتاً چند دقیقه کارش تمومه. سرعت بالا و سادگی ترکیب برنده‌ایه. ولی یادمه یه نکته‌ای بود در مورد محدودیت نسخه رایگانش. گفتی باگ‌هایی رو پیدا می‌کنه که توی یک فایل هستن. درسته؟ این محدودیت تک فایلی چقدر جدیه؟ ممکنه باگ مهمی رو از دست بده؟ این نکته خیلی خیلی مهمه. این در واقع تفاوت اصلی بین نسخه رایگان و نسخه پروی سمگرب رو نشون میده. ببین، خیلی از باگ‌ها مثلا استفاده از یه تابع ناامن یا یه الگوریتم کدنویسی اشتباه توی همون فایلی که کد نوشته شده قابل شناسایی هستن. به این میگن تحلیل درون فایلی یا اینترا فایل انالیسیس. خب نسخه رایگان سمگرب تو این زمینه عالیه، اما یه دسته خیلی مهم از باگ‌ها هستن که مربوط به جریان داده، یعنی دیتا فلو بین فایل‌های مختلف میشن. مثل چی؟ معروفتریناشون انواع اینجکشن ها هستن، مثلا XSS یا SQL اینجکشن. توی این حالتها معمولاً یه ورودی آلوده مثلا از کاربر توی فایل A گرفته میشه. بعد ممکنه از طریق چند تا تابع و ایمپورت پاس داده بشه به فایل B، بعد شاید به فایل C و نهایتاً توی فایل C به یه تابع حساس که بهش میگیم سینک یا چاه میرسه، بدون اینکه توی این مسیر پاکسازی یا سانیتایز شده باشه. که اینجوری آسیب پذیری رخ میده. دقیقاً. برای پیدا کردن این نوع باگ‌ها، ابزار باید بتونه مسیر حرکت داده رو بین فایل‌ها و توابع مختلف دنبال کنه. به این میگن تحلیل بین فایلی (cross file analysis) یا تحلیل بین رویه‌ای (interprocedural analysis). و نسخه رایگان این کارو نمیکنه؟ نسخه رایگان این قابلیت رو یا نداره یا خیلی خیلی محدوده. اما نسخه پرو دقیقاً برای همین طراحی شده. میتونه این جریان‌های داده پیچیده رو بین فایل‌ها ردیابی کنه. پس برای باگ‌های جدی‌تری مثل اینجکشن که داده بین فایل‌ها جابجا میشه، نسخه رایگان شاید کافی نباشه و باید سراغ پرو رفت. فهمیدم. یه مزیت دیگه هم که گفتی و برای ممیزی‌ها خیلی خوبه، اینه که نیازی به بیلد کردن کد نیست. درسته؟ دقیقاً. این یکی از بزرگترین مزیت‌های سمگرپه، مخصوصاً برای مشاوران امنیتی یا تیم‌هایی که ممیزی کد انجام میدن. خیلی وقتا پیش میاد که شما فقط سورس کد رو دارید. آره، ممکنه اصلا نشه محیط دیولپمنت رو کامل راه انداخت یا وقتش نباشه. دقیقاً. نصب همه دیپندنسی ها، بیلد کردن پروژه، اینا زمان بره و گاهی نشدنیه. سمگرب چون مستقیم روی سورس کد کار میکنه و تحلیلش بر اساس ساختار کده، یعنی AST، نیازی به فایل‌های باینری یا چیزای بیلد شده نداره. این کار ممیزی رو خیلی سریع‌تر و راحت‌تر میکنه. خب حالا که صحبت از تحلیل بر اساس ساختار کد شد، این همه قدرت سمگرب از کجا میاد؟ گفتی از قوانینش. در مورد قوانین رولز بیشتر بگو. قدرت اصلیش تو همین قوانینه. تعداد خیلی خیلی زیادی قانون آماده وجود داره. خود تیم سمگرب یه مخزن بزرگ به اسم سمگرب رجیستری داره که فکر کنم الان بالای 2500 تا قانون برای زبانها و آسیب‌پذیری‌های مختلف توش هست. 2500 تا خیلی زیاده.
آره، علاوه بر اون تیم تریل آف بیتس هم حدود 100 تا قانون عمومی خیلی با کیفیت منتشر کرده. اینا حاصل تجربه‌های واقعیشون توی ممیزی هاست. جامعه متن باز هم کلی قانون نوشته مخصوصاً برای C و C++. و قوانین پرو هم هستن که گفتی. بله، قوانین پرو هم هستن که با نسخه پولی میان و بیشتر تمرکزشون روی همون تحلیل‌های پیچیده بین فایلی و تینت ترکینگ هست که صحبتش شد. پشتیبانی از زبانهای برنامه‌نویسی چطوره؟ همه چی رو میفهمه؟ ببین، بیش از 30 تا زبان رو به طور رسمی پشتیبانی میکنه. ولی خب مهمه که بدونیم سطح بلوغ یا maturity این پشتیبانی برای همه زبان‌ها یکی نیست. منظورت از بلوغ چیه؟ یعنی اینکه پارسر اون زبان چقدر دقیقه و چقدر خوب ساختار کد رو میفهمه، چقدر قوانین آماده براش وجود داره و چقدر از قابلیت‌های پیشرفته سینتکس قوانین سمگرپ که بعداً در موردش حرف میزنیم برای اون زبان خاص کار میکنه. برای چه زبانهای قوی تره و بیشتر استفاده میشه؟ به طور کلی برای زبانهای مدرن و پرکاربرد مخصوصاً تو وب مثل گو، جاوا، کاتلین، پایثون، روبی، PHP خیلی خوب کار میکنه و جامعه فعالی هم دارن. برای C یا C++ چطور؟ برای زبانهایی مثل Solidity یا C و C++ کمتر استفاده میشه. شاید علتش اینه که ابزارهای تخصصی تر و قدیمی تری برای این زبانها هست یا اینکه تحلیل این زبانها ذاتاً پیچیده تره. یه نکته جالب دیگه هم گفتی، اینکه حتی برای چیزایی که دقیقاً زبان برنامه نویسی نیستن هم کار میکنه، مثلا فایلای کانفیگ. آره، اینم یکی دیگه از قدرت‌های سمگرپه. ببین، اولاً پشتیبانی نیتیو از فرمت‌های رایجی مثل جیسون و یمل داره. خب این خیلی خوبه، چون کلی کانفیگ الان با این فرمت هست. دقیقاً، یعنی میتونه فایل‌های کانفیگ مثل تنظیمات گیت‌هاب اکشنز یا کوبرنتیز منیفست یا داکر فایل‌ها و امثال اینا رو به خوبی تحلیل کنه و مشکلات امنیتی یا اشتباهات رایج توشون رو پیدا کنه. عالیه. دوماً یه قابلیت داره به اسم تطبیق الگوهای عمومی یا generic patterns. این یعنی حتی اگه سمگرپ یه زبانی رو رسما نشناسته ولی اون فایل یه ساختار متنی مشخص داشته باشه، مثلا فایل کانفیگ انجینکس، باز هم میتونه الگوهای ساده تری رو توش پیدا کنه. کلیدی به خصوص تو نسخه پرو هست. البته نسخه رایگانم یه تحلیل جریان داده خیلی محدود در اون فایلی انجام میده. 2 تا تکنیک اصلی داره. یکی کانستانت پروپاگیشن هست. اون چی کار میکنه؟ سعی میکنه بفهمه آیا یه متغیر توی یه نقطه خاص از کد همیشه یه مقدار ثابت داره یا نه. خب و دومی که خیلی مهمتره تینت ترکینگ هست. تینت ترکینگ یعنی ردیابی داده‌های آلوده. آلوده یعنی چی؟ فرض کن یه ورودی از کاربر میگیری. این میشه منبع آلودگی یا سورس. سمگرپ مخصوصا نسخه پرو میتونه این داده رو توی مسیر اجرای برنامه دنبال کنه. تا کجا دنبالش میکنه؟ دنبالش میکنه ببینه آیا قبل از اینکه به یه جای حساس برسه، مثلا تابعی که یه query SQL اجرا میکنه یا محتوایی رو تو صفحه HTML مینویسه که به اینا میگیم سینک یا چاه، آیا این داده پاکسازی سانیتیزیشن شده یا نه؟ آها، اگه پاکسازی نشده باشه چی؟ اگه داده آلوده بدون پاکسازی به سینک برسه، یعنی شما یه آسیب پذیری اینجکشن داری، مثل XSS یا SQL اینجکشن. چقدر دقیق. خب تا اینجا کلی در مورد خود سمگرپ حرف زدیم. شاید بد نباشه یه لحظه وایسیم و بپرسیم اصلا این کاری که سمگرپ میکنه، یعنی تحلیل استاتیک انالیسیس، اساسا یعنی چی؟ چطوری کار میکنه؟ سوال خوبیه. ببین، تحلیل استاتیک به زبان خیلی ساده یعنی بررسی و تحلیل کد یه برنامه بدون اینکه اون برنامه رو اجرا کنیم. مثل اینکه نقشه یه ساختمون رو بررسی کنیم برای پیدا کردن ایراد بدون اینکه بریم داخلش. دقیقاً همینطوره. مقایسه خوبیه. ابزارهای تحلیل استاتیک مثل سمگرپ معمولاً اولین کاری که میکنن اینه که سورس کد شما رو میگیرن. خب بعد با استفاده از یه چیزی به اسم پارسر اون سورس کد رو به یه ساختار درختی تبدیل میکنن. به این ساختار میگن درخت نحو انتزاعی یا Abstract Syntax Tree AST. AST. زیاد شنیدم این اسمو. آره، AST دیگه فقط یه متن ساده نیست. یه نمایش ساختاری و سلسله مراتبی از کد شماست.
روابط بین توابع، متغیرها، حلقه‌ها، شرط‌ها، همه چی توی این درخت مشخصه. پس AST مثل یه نقشه خیلی دقیق از ساختار کد ما میمونه. حالا با این نقشه چیکار میکنه سمگرپ؟ دقیقاً. حالا که این نقشه دقیق رو داریم، موتور تحلیل، انالیسیز انجین، سمگرپ میاد روی این AST شروع به حرکت میکنه. انگار داره روی نقشه قدم میزنه. چه کارهایی میتونه بکنه روی این نقشه؟ میتونه ترتیب اجرای دستورات رو بفهمه، ببینه چه توابعی کجا فراخوانی شدن، مسیر حرکت داده ها بین متغیرها رو دنبال کنه، همون تین ترکینگ که گفتیم، و مهمتر از همه الگوهایی، پترنز که ما توی قوانین براش تعریف کردیم رو با ساختار کد توی AST تطبیق بده. پس فرآیند کلی اینه، سورس کد میره به پارسر، تبدیل میشه به AST، بعد موتور تحلیل میاد با استفاده از قوانین روی AST کار میکنه و باگ‌ها رو پیدا میکنه. دقیقاً. و یه نکته مهم اینه که سمگرپ فقط دنبال باگ امنیتی نیست، درسته؟ کاملا درسته. این تصور اشتباهیه که تحلیل استاتیک فقط برای امنیته. خیلی از قوانین سمگرپ روی پیدا کردن آسیب‌پذیری‌های امنیتی تمرکز دارن. شکی نیست. ولی تعداد خیلی زیادی قانون هم برای پیدا کردن مشکلات دیگه وجود داره. مثلا چه مشکلاتی؟ مشکلات مربوط به صحت عملکرد کد. یعنی کد کار نمیکنه اصلا، یا رعایت بهتری شیوه‌ها best practices، یا حتی مشکلات مربوط به عملکرد و سرعت performance. پس یه ابزار خیلی چند کاره به حساب میاد. عالیه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع از ویژگی‌های کلیدی سمگرپ تا اینجا داشته باشیم، سریع و ساده است، روی خود سورس کد اجرا میشه، پس نیازی به بیلد نداره. کاملا لوکال اجرا میشه که حریم خصوصی کد رو حفظ میکنه. متن بازه و فقط برای امنیت نیست، برای کیفیت کلی کد هم خوبه. نسخه رایگانش تحلیل تک فایلی انجام میده و نسخه پرو تحلیل چند فایلی که برای باگ‌های مثل اینجکشن خیلی مهمه. داره. خب حالا که با خود ابزار حسابی آشنا شدیم، فکر کنم وقتشه بریم ببینیم یه تیم حرفه‌ای مثل تریل آف بیتس چطور توی دنیای واقعی و ممیزی‌های امنیتی ازش استفاده میکنه. آره، این بخش خیلی جالبه. خب، فرایند کاریشون توی یه ممیزی امنیتی با سمگرپ معمولاً چطوریه؟ معمولاً با اجرای مجموعه‌های قوانین رول ست شروع میکنن. میرن توی سمگرپ رجیستری که مخزن قوانینشونه. چطوری انتخاب میکنن کدوم قوانین رو اجرا کنن؟ بر اساس زبانها و فریمورک هایی که توی پروژه هدف استفاده شده، چند تا مجموعه قانون مرتبط رو انتخاب میکنن. اگه پروژه بزرگ باشه و کلی تکنولوژی مختلف توش به کار رفته باشه چی؟ پیدا کردن قوانین مناسب سخت نمیشه؟ چرا میتونه بشه؟ یه راه خوب اینه که اول با همون دستور سمگرپ کانفیگ آتو یا مجموعه‌های پیشفرض مثلا پی دیفالت شروع کنن تا یه دید کلی به دست بیارن. بعدش چی؟ بعد میتونن از ابزارهای کمکی استفاده کنن. ابزارهایی مثل کلاک یا توکی که میتونن کد رو تحلیل کنن و بگن دقیقاً چه زبانها و فریمورک‌های توش استفاده شده. پس با این لیست دقیق‌تر میتونن توی رجیستری جستجو کنن. دقیقاً. جستجوی هدفمندتری انجام میدن و قوانین مرتبط‌تر رو پیدا میکنن. یه نکته خیلی مهمم که تریل آف بیتس روش تاکید داشت این بود که فایل‌های کانفیگ رو فراموش نکنید. منظور داکر فایل ها و ایناست؟ آره، داکر فایل ها، کوبرنیتیز یمل ها، تنظیمات گیت هاب اکشنز، فایل های ترافورم و چیزای مشابه. قوانین خیلی خوبی برای پیدا کردن مشکلات امنیتی رایج یا بست پرکتیس ها توی این فایل هم وجود داره. تریل آف بیتس یه کتابخونه قوانین خصوصی هم داره که گفتی خیلی روش تاکید داشتن. اون داستانش چیه؟ آره، این یکی از برگای برنده شونه به نظرم. یه فرایند داخلی جالب برای توسعه قوانین دارن. چطوریه؟ اول یه ایده برای یه قانون جدید پیدا میکنن. شاید از یه مقاله، یه تحقیق جدید یا یه باگ جالبی که خودشون توی ممایزه دیگه پیدا کردن. خب بعد اون ایده رو تبدیل به یه قانون خصوصی میکنن و توی کتابخونه داخلی خودشون نگه میدارن. چرا خصوصی؟ چون اول میخوان روی کدای واقعی تستش کنن. این قانون خصوصی رو توی ممیزی‌های بعدی روی کدای مشتریاشون اجرا میکنن، تست میکنن، فالس پازیتیواش رو کم میکنن، دقتش رو بالا میبرن، خلاصه حسابی صقلش میدن. بعد که مطمئن شدن خوب کار میکنه چی؟ وقتی قانون به بلوغ کافی رسید و از کیفیتش راضی بودن، اون رو به صورت عمومی منتشر میکنن.
معمولاً با لایسنس MIT که بقیه هم بتونن استفاده کنن. چه جالب. مزیت این کار چیه براشون؟ مزیتش اینه که میتونن باگای خیلی خاص یا الگوهای ضد امنیتی انتی پترنز که شاید مختص تکنولوژی‌های خاص یا اشتباهات رایج مشتریاشونه رو خیلی زودتر و در مقیاس بزرگ شناسایی کنن. این کتابخونه خصوصی مثل یه گنجینه ارزشمنده که دائما داره بزرگتر و قوی‌تر میشه. یه جور اثر گلوله برفی یا سنوبال افکت. پس روال کارشون اینه. توی ممیزی ها اول قوانین استاندارد و عمومی رو میزنن، بعدش میرن سراغ قوانین خصوصی و هدفمند خودشون. بعد از اجرای این قوانین کلی یافته دارن. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی تریاژ هست، یعنی بررسی این یافته ها. اینجا باید بفهمن کدوم یافته ها واقعی‌اند و کدوم اشتباه. دقیقاً. باید ببینن کدوم‌ها واقعاً یه مشکل امنیتی هستن true positive و کدوم‌ها یافته‌های اشتباه یا غیر مهم false positive. هیچ ابزار تحلیل استاتیکی بی‌نقص نیست و همیشه یه درصدی FB وجود داره. خب با تجربه حتما سریعتر میتونن FB ها رو تشخیص بدن. آره دقیقاً. با کسب تجربه این مرحله سریعتر انجام میشه. اینجا بود که فرمت صاریف خیلی به درد میخوره، نه؟ گفتی صاریف چیه و چه کمکی میکنه؟ صاریف مخفف Static Analysis Results Interchange Format هست. در واقع یه فرمت استاندارد مبتنی بر JSON. هدفش چیه؟ هدفش اینه که ابزارهای مختلف تحلیل استاتیک بتونن نتایجشون رو به یه شکل یکسان و استاندارد خروجی بدن. این چه فایده‌ای داره؟ فایده بزرگش اینه که خیلی از ابزارها و پلتفرم‌های دیگه میتونن این فرمت رو بفهمن و ازش استفاده کنن. مثلا شما میتونی فایل صاریف خروجی SEMGRAPH رو توی VS Code باز کنی. با افزونه؟ آره، یه افزونه هست به اسم صاریف ویور. این افزونه میاد یافته ها رو قشنگ لیست میکنه، بعد شما روی هر یافته که کلیک کنی مستقیم میبرید به همون خط کد مربوطه توی پروژت. وای، این موقع بررسی صدها یا هزاران یافته باید فوق‌العاده باشه. دقیقاً، برای تیراژ سریع خیلی کمک میکنه. گیت هاب هم میتونه یافته‌های صاریف رو مستقیم توی پول ریکوست ها نشون بده. چه خوب. تریل آف بیتس هم داشت روی ابزاری کار میکرد. آره، اشاره کردن که دارن روی یه ابزار متن باز جدید به اسم صاریف اکسپلورر کار میکنن که امکانات بیشتری برای فیلتر کردن، دسته‌بندی و مدیریت یافته‌های صاریف میده. پس صاریف فرایند بررسی نتایج رو خیلی خیلی راحت‌تر میکنه. یه مفهوم دیگه هم بود به اسم قوانین موقت یا ephemeral rules. اینا چی بودن؟ به نظر یه راه سریع برای گشتن دنبال چیزی می اومد. دقیقاً همینطوره. ببین گاهی اوقات شما نمیخوای یه قانون کامل و درست حسابی تو فایل یمل بنویسی. فقط میخوای خیلی سریع دنبال یه الگوی خاص توی کد بگردی. شبیه کاری که با گرپ میکنی. خب SEMGRAPH این امکان رو با آپشن -E به شما میده. شما میتونی یه الگوی SEMGRAPH ساده رو مستقیما توی خط فرمان بنویسی و SEMGRAPH سریعاً تمام فایل ها رو برای اون الگو اسکن میکنه. چقدر سریع؟ نتایجش چطوره؟ نتایجش ممکنه به اندازه قوانین کامل و دقیق نباشه، چون معمولاً این الگوهای خط فرمانی فیلترهای پیچیده و شرطهای اضافی رو ندارن. ولی برای اکتشاف سریع کد خیلی خوبه. مثلا برای چی؟ مثلا برای پیدا کردن یه نقطه شروع خوب برای نوشتن یه قانون دقیق تر، یا برای اینکه سریع ببینی کجاهای کد از یه تابع خاص استفاده شده. خیلی مفیده واقعاً. خب پس تریل آف بیتس از ترکیب قوانین عمومی رجیستری، قوانین خصوصی خودشون، ابزارهایی مثل ساریس برای تریاژ راحت‌تر و حتی این قوانین موقت برای اکتشاف سریع استفاده میکنه. ولی یه نکته کلیدی بود که خیلی روش تاکید داشتن. اون چی بود؟ نکته کلیدی و به نظرم مهمترین پیامی که داشتن این بود. با اینکه قوانین عمومی خیلی مفید هستند و نقطه شروع خیلی خوبیان، اما بهترین و مؤثرترین نتایج زمانی به دست میاد که شما قوانین سفارشی کاستوم رولز خودتون رو بنویسید. قوانینی که مخصوص خودمون باشن؟ آره، قوانینی که دقیقاً برای تکنولوژی‌ها، الگوهای کدنویسی و ریسک‌های امنیتی خاص کد بیس و سازمان شما طراحی شدن. هیچ مجموعه قانون عمومی هر چقدر خوب باشه نمیتونه جای قوانین سفارشی مناسب رو بگیره. این نکته خیلی مهمیه.
و خب این ما رو مستقیم میرسونه به بخش جذاب بعدی. چطور خودمون قانون سمگرپ بنویسیم؟ ساختار یه قانون ساده سمگرپ چطوریه؟ گفتی توی فرمت YAML تعریف میشه. آره، یه فایل یمل که معمولاً یک کلید اصلی داره به اسم رولز. زیر این رولز یه لیست میاد که هر آیتم توی لیست یه قانونه. هر قانون هم معمولاً یه دیکشنریه با چند تا فیلد کلیدی. چه فیلدهایی؟ اول آیدی، یه شناسای متنی منحصر به فرد برای قانون. مثلا My App Hard-Coded Secret. خب بعد پترن. این مهمترین بخش قانونه. الگوی کدی که میخوایم پیداش کنیم. جادوی سمگرپ اینجاست که این الگو خیلی شبیه به کد واقعی زبان هدف نوشته میشه. مثلا اگه داری برای پایتون قانون مینویسی، پترنت شبیه کد پایتونه. این عالیه، لازم نیست زبان جدید یاد بگیریم. دقیقاً. بعد فیلد مسیج هست. پیامی که وقتی الگو پیدا شد به کاربر نشون داده میشه تا بفهمه مشکل چیه. مثل یه توضیح کوتاه. آره. بعد لنگویجز که یه لیسته و مشخص میکنه این قانون برای چه زبانهایی باید اعمال بشه. مثلا پایتون یا جاوا، کاتلین. و در نهایت سیوریتی که سطح اهمیت یافته رو مشخص میکنه. ایرور، وارنینگ یا اینفو. نوشتنش تو یامل که خب یکم به فاصله گذاری و اینا حساسه. راهی هست که بشه راحت تر نوشت و تست کرد؟ قطعاً. نوشتن مستقیم توی یامل مخصوصاً اول کار میتونه یکم سخت باشه. دیباگ کردنش هم همینطور. بهترین ابزار برای این کار سمگرپ پلیگراوند هست. اون چیه؟ یه آیدی تحت وبه، یعنی تو مرورگر باز میشه. دقیقاً برای نوشتن و تست قوانین سمگرپ طراحی شده. چه امکاناتی داره؟ شما میتونی قانونت رو اونجا بنویسی، یه تیکه کد نمونه از زبان مورد نظرت رو هم همونجا بذاری و به صورت زنده ببینی که آیا قانون شما اون کد رو پیدا میکنه یا نه. هایلایت سینتکس داره، خطاهای قانون رو نشون میده، میتونی راحت قانونت رو با بقیه به اشتراک بذاری. برای یادگیری و توسعه قوانین واقعاً فوق‌العاده است. پس پلیگراوند خیلی کار رو راحت میکنه. بسیار عالی. حالا بریم سراغ اون عناصر سینتکسی خاص سمگرپ که توی الگوها یعنی همون پترن‌ها استفاده میشن. اولیش الیپسس بود. اون چی بود؟ الیپسس یا همون 3 نقطه مثل یه جور وایلد کارد یا علامت جایگزین عمل میکنه. معنیش تقریباً میشه هر چیزی یا صفر یا چند چیز. کجاها استفاده میشه؟ هر جا که بخوای یه بخشی از کد رو توی الگوت نادیده بگیری یا بگی اینجا هر چیزی میتونه بیاد. مثلا توی لیست آرگومان‌های یه تابع یا توی بدنه یه تابع یا بین چند تا دستور مختلف. یه مثال بزنیم که واضح تر بشه. false to false دارن. حالا مهم نیست این آرگومان اول باشه، آخر باشه یا وسط کلی آرگومان دیگه. خب الگو اینجوری میشه request.get.verify equals to false. اون دات اولی میگه قبلش هر آرگومانی میتونه باشه یا نباشه. اون دات دومی هم میگه بعدش هم هر آرگومانی میتونه باشه یا نباشه. آها، خیلی انعطاف پذیرش میکنه. و اون یکی چی بود؟ متا واریبلز که با دلار شروع میشدن. دلار var name. متا واریبلز که با علامت دلار و یه اسم با حروف بزرگ شروع میشن، مثلا $URL، $user input، $config value، برای یه کار دیگه استفاده میشن. اینا برای گرفتن، کپچر، یه بخش خاص از کدی هستن که با الگوی ما مطابقت پیدا کرده. گرفتن یعنی چی؟ یعنی وقتی شما نمیدونی مقدار دقیق اون بخش از کد چیه، ولی میخوای اون مقدار رو بگیری و بعداً ازش استفاده کنی، میای از متغیر متا استفاده میکنی. خب گرفتن اون بخش به چه دردی میخوره؟ کجا ازش استفاده میکنیم؟ چند تا کاربرد مهم داره. یکی این که میتونی از اون مقدار گرفته شده توی پیام خروجی مسیج استفاده کنی. اینجوری پیامت خیلی دقیق تر و مفیدتر میشه. یه مثال بزن. مثلا فرض کن یه ورودی کاربر رو با $user input گرفتی. میتونی تو پیامت بگی message.potentially dangerous SQL query constructed with user input. $user input. اینطوری کاربر دقیقاً میبینه کدوم ورودی مشکل ساز بوده. کاربرد دیگه‌اش چیه؟
کاربرد مهمترش اینه که میتونی توی بخش‌های دیگه قانون روی اون مقداری که با متغیر متا گرفتی شرط بذاری یا ازش استفاده کنی. مثلا چک کنی که آیا متغیر دلار پورت که گرفتی مقدارش مساوی 80 هست یا نه، یا اینکه آیا رشته‌ای که با دلار URL گرفتی با یه الگوی خاص رجکس مطابقت داره یا نه. خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد. به نظر میاد هم دات دات و هم دلار ایکس متغیر متا هر دو با بخش‌هایی از کد که از قبل نمیدونیم چی هستن مچ میشن. کی باید از کدومی که استفاده کنیم؟ فرق دقیقشون چیه؟ سوال خیلی خوبیه و درک تفاوتشون کلیدیه. ببین نکته اصلی اینه. از الیپسز وقتی استفاده کن که فقط میخوای یه بخشی از کد رو نادیده بگیری. یعنی میخوای بگی اینجا هر چیزی میتونه باشه و به مقدار دقیق اون بخش نیازی نداری. خب اما از متا وریبل $x وقتی استفاده کن که میخوای اون بخشی که مطابقت داده شده رو بگیری و بعداً از مقدارش استفاده کنی. حالا این استفاده میتونه توی پیام باشه یا توی شرطهای دیگه مثل متا وریبل رجکس یا متا وریبل کمپرسن باشه یا حتی توی قابلیت آتوفیکس که بعداً میگیم. پس خلاصه اگه نیاز داری مقدار رو بگیری و بعداً کاری باش بکنی متغیر متا $x. اگه فقط میخوای رد بشی و بگی هر چی بود 3 نقطه. دقیقاً همین فرق اصلیشونه. گرفتم. پس متغیرهای متا برای گرفتن و استفاده مجدد هستن. علاوه بر این دوتا یه سری اپراتورها هم بودن که گفتی قوانین رو پیچیده‌تر و قدرتمندتر میکنن. بله، اپراتورها خیلی مهمن. اینها به شما اجازه میدن چند تا الگوی مختلف رو با هم ترکیب کنی و منطقهای پیچیده‌تری بسازی. چه نوع منطقهایی؟ مثلا منطق اند. کدی رو پیدا کن که هم الگوی A رو داشته باشه و هم الگوی B رو. یا منطق اور. کدی رو پیدا کن که یا الگوی A رو داشته باشه یا الگوی B رو. یا منطق نات. الگوی A رو پیدا کن به شرطی که الگوی C رو نداشته باشه. یا حتی تطبیق با عبارت منظم ریجکس. بدون این اپراتورها نوشتن قوانین واقعاً قدرتمند تقریباً غیر ممکن میشه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از نوشتن قوانین بکنیم، نوآوری بزرگ سمگرپ اینه که الگوها شبیه کد واقعی نوشته میشن، نه یه زبان عجیب غریب. درسته. 2 تا ابزار اصلی سینتکسش متغیرهای متا و x برای گرفتن مقدار و الیپسس دات برای نادیده گرفتن بخشا هستن. بله. و اپراتورها هم برای ترکیب این الگوها با منطقهای مختلف مثل and, or, not, rejects به کار میرن. و البته پلیگراند هم بهترین دوست ما برای تمرین و یادگیریه. دقیقاً همینطوره. بهترین راه یادگیری اپراتورها و الگوهای پیشرفته دیدن مثالهای توی مستندات سمگرپ و تمرین توی پلیگراند هست. میشه یه مثالی کم پیچیده تر از ترکیب اپراتورها بزنی؟ مثلا همون مثالی که گفته بودم برای پیدا کردن ایول و آن سیف به شرطی که آپشن سیف ترو رو نداشته باشن؟ حتما. این یه مثال خوبه که نشون میده چطور چند تا اپراتور با هم ترکیب میشن. ببین، شما یه قانون مینویسی با آیدی و مسیج و سیوریتی و اینا. خب بعد زیر کلید اصلی پترنز که کارش اند کردنه، یعنی همه چیزایی که زیرش میان باید برقرار باشن، 2 تا شرط دیگه میذاری. شرط اول؟ شرط اول یه پترن ایدر هست. زیر این پترن ایدر 2 تا پترن ساده میذاری. یکی برای ایول و یکی برای آن سیف. این پترن ایدر یعنی یا اولی درست باشه یا دومی. پس تا اینجا یعنی ایول یا آن سیف رو پیدا کن. خب حالا شرط دوم چیه که با این اند میشه؟ شرط دوم یه پترن نات هست. زیر این پترن نات یه پترن دیگه میذاری که اون حالتیه که میخوای مستثنا کنی. یعنی الگوی eval.safe:true dot یا unsafe.safe:true dot. آها، پس پترنات میگه این الگو نباید وجود داشته باشه. دقیقاً. حالا ترکیب این 2 تا شرط اصلی یعنی پترن ایزر و پترن نات زیر پترنز اصلی معنیش این میشه کدی رو پیدا کن که یا ایول داره یا آنسیف داره و همزمان اون الگوی سیف مساوی ترو رو نداشته باشه. وای،
چقدر قدرتمند و دقیق میشه قوانین رو نوشت. خب حالا که با این قوانین دقیق کلی باگ و مشکل پیدا کردیم، آیا خود سمگرب میتونه تو رفع کردنشون هم کمکی بکنه؟ اون قابلیت آتوفیکس چی بود؟ آتوفیکس یه قابلیت خیلی خیلی جالبه. به شما اجازه میده که توی تعریف قانون علاوه بر این که میگی چه الگوی مشکلی رو، پترن رو پیدا کنه، یه الگوی رفع مشکل فیکس هم تعریف کنی. یعنی میگی چطوری درستش کنه؟ دقیقاً. بعد وقتی سمگر باگی رو با اون قانون پیدا میکنه، میتونه به طور خودکار اون تیکه کد مشکل دار رو با کدی که شما توی فیکس مشخص کردی جایگزین کنه. این یکم ترسناک نیست؟ نکنه بیاد کدمون رو اشتباهی تغییر بده و خرابترش کنه؟ سوال خوبیه و دقیقاً برای همین یه آپشن حیاتی به اسم درای ران داره. درای ران؟ یعنی اجرای آزمایشی؟ آره، وقتی سمگرپ رو با آپشن درای ران اجرا می‌کنی، هیچ تغییری روی فایلات اعمال نمی‌کنه. فقط بهت نشون میده که اگه آتوفیکس رو واقعاً اجرا می‌کردی، چه تغییراتی توی کجای کد اعمال می‌شد. خروجی شبیه دستور دیف هست. آها، پس اول میتونیم تغییرات پیشنهادی رو ببینیم و بررسی کنیم. دقیقاً. با خیال راحت تغییرات رو بازبینی می‌کنی و اگه اوکی بود بعداً میای دستور رو بدون درای ران اجرا می‌کنی تا تغییرات واقعاً اعمال بشن. چه مزایایی داره این آتوفیکس؟ چرا باید ازش استفاده کرد؟ چند تا مزیت خوب داره. اولاً سرعت پچ کردن کد رو خیلی بالا میبره، مخصوصاً برای رفع‌های ساده و تکراری که ممکنه صدها یا هزاران بار توی یک کدبیس بزرگ تکرار شده باشن. آره، کار دستی رو خیلی کم میکنه. دقیقاً. دوماً یه جنبه آموزشی خیلی خوب داره. وقتی یه توسعه دهنده میبینه که سمگرپ چطور به طور خودکار یه مشکل رو رفع کرده، یاد میگیره که روش صحیح کدنویسی چی بوده. این کمک میکنه که احتمالاً اون اشتباه رو دوباره تکرار نکنه. یه نوع آتوفیکس دیگه هم بود، فیکس ریگرس. آره، فیکس رگکس هم یه نوعش که برای جایگزینی‌های مبتنی بر عبارت منظم رجکس کاربرد داره. حالا سوال مهم اینه که محدودیت‌هاش چیه؟ یعنی با وجود آتوفیکس دیگه به ما تحلیلگرای امنیتی و برنامه‌نویسا نیازی نیست و سمگروپ خودش همه کارا رو میکنه. هاها. نه، خوشبختانه خیالتون راحت باشه، هنوز خیلی زوده که بیکار بشیم. ببین، آتوفیکس برای رفع‌های نسبتاً ساده و معمولاً تک خطی یا تغییرات خیلی مکانیکی و قابل پیشبینی عالی کار میکنه. مثلا چی؟ مثلا جایگزین کردن یه تابع ناامن با یه تابع امن‌تر، یا اضافه کردن یه فلگ خاص به یه فراخوانی تابع، یا تغییر یه فرمت ساده، ولی اصلا نمیتونه باگ‌های پیچیده‌ای که نیاز به درک عمیق منطق برنامه دارن رو رفع کنه. یعنی باگ‌هایی که نیاز به فکر کردن دارن. دقیقاً. باگ‌هایی که نیاز به تغییرات چند خطی دارن، یا بازنویسی کامل یه بخش از کد، یا هماهنگی بین چند تا فایل مختلف. آتوفیکس نمیتونه اینا رو به طور قابل اطمینان انجام بده. پس نگران نباشید. شغل شما و نیاز به تحلیل و تفکر انسانی همچنان سر جاشه و خیلی هم مهمه. خیالم راحت شد. خب، یه اشاره هم شد به یک پارچه سازی با CI/CD. چطور میتونیم سمگروپ رو توی پایپلاین های توسعه نرم افزارمون ادغام کنیم تا به طور خودکار کد رو بررسی کنه؟ این یکی از مهمترین و بهترین کاربردهای سمگرپه. خیلی راحت میشه سمگرپ رو توی ابزارهای CI/CD مثل GitHub Actions، GitLab CI، Jenkins و بقیه تنظیم کرد. که اجرا بشه. مثلا با هر بار پوش کردن کد جدید یا هر بار که یه پول ریکوست یا مرج ریکوست ایجاد میشه، سمگرپ به طور خودکار اجرا بشه و کد رو اسکن کنه. چطوری میشه این کار رو کرد؟ 2 تا راه اصلی هست. یکی این که از پلتفرم ابری خود سمگرپ استفاده کنی، سمگرپ کلاود پلتفرم. این کار مدیریت قوانین و دیدن نتایج رو راحت تر میکنه. راه دوم اینه که به صورت کاملا مستقل توی CI جاب خودت اجراش کنی و نتایجش رو مثلا به صورت کامنت توی PR نمایش بدی. منابعی برای این کار هست؟ آره، مستندات خود سمگرپ خیلی خوب توضیح داده. Trail of Bits هم یه پست وبلاگ مفصل و خوب در این مورد داره که جزئیات فنی بیشتری رو پوشش میده. عالیه. حالا اگه ما خودمون موقع کار با سمگرپ یا نوشتن قوانین به مشکل خوردیم یا سوال داشتیم، کجا میتونیم کمک بگیریم؟ چند تا کانال خوب برای کمک گرفتن وجود داره.
برای سوالات کلی، کمک در نوشتن یا دیباگ کردن قوانین و کلاً بحث در مورد بهترین شیوه ها، بهترین جا انجمن کاربری سمگرپ توی اسلک هست. سمگرپ کامیونیتی اسلک. چقدر فعاله؟ خیلی فعاله و معمولاً سریع جواب میدن. جامعه خیلی خوبی داره. اگه فکر کنیم خود ابزار باگ داره چی؟ اگه فکر میکنی به یه باگی توی خود ابزار سمگرپ برخورد کردی، مثلا پارسر یه زبان خاص درست کار نمیکنه یا یه چیزی کرش میکنه، بهترین جا برای گزارش بخش ایشوز توی مخزن گیت هاب خود سمگرپه. تیمشون اونجا خیلی فعاله و رسیدگی میکنه. و برای اون راهنمای تست تریل آف بیتس، اگه نظری یا سوالی در مورد خود تستینگ هندبوک از تریل آف بیتس داشتی، اونها هم یه کانال اسلک مخصوص برای همین راهنما دارن که میشه اونجا مطرح کرد. یه سری منابعم برای مطالعه بیشتر معرفی شد. یادآوری می‌کنی؟ حتما. اول از همه خود راهنمای تست تریل آف بیتس که توی offset.guide هست، حتما ببینیدش. بعدیش؟ وبلاگ تریل آف بیتس پر از تحلیل‌های عمیق و پست‌های جالب در مورد باگ‌های واقعی هست که با سمگرپ پیدا کردن. خوندنش خیلی دید میده. و گزارش‌های ممایزیشون. آره، گزارش‌های ممایز عمومی تریل آف بیتس که توی گیت هاب منتشر میشن هم منبع خیلی خوبین. میتونید ببینید توی یه پروژه واقعی چطور از سمگرپ و قوانینشون استفاده کردن و البته خود مخزن قوانین عمومی سمگرپ توی رجیستری و قوانین عمومی که تریل آف بیتس منتشر کرده هم برای یادگیری و الگو گرفتن عالیان. توی اون وبیناری که منبع ما بود، یه بخش پرسش و پاسخ هم آخرش داشتن. نکات جالبش رو هم بگی، بد نیست. آره، چند تا سوال خوب پرسیده شد. یکی در مورد ترکیب سمگرپ با تکنیک‌های دیگه مثل فازینگ یا تحلیل داینامیک بود. خب، میشه ترکیبشون کرد؟ جواب این بود که ادغام مستقیمی الان وجود نداره. ولی چون خروجی سمگرپ فرمت استانداردی مثل جیسون یا ساریف داره، شما میتونی خودت یه سری ابزارهای واسط یا گلو کد بنویسی که اینا رو با هم وصل کنه. مثلا چطوری؟ مثلا میتونی از یافته‌های سمگرپ، مثلا جاهایی که ورودی کاربر بدون پاکسازی استفاده شده به عنوان ورودی اولیه یا سید برای فازرها استفاده کنی. اینجوری فازینگ شما هدفمندتر میشه. جالب بود. در مورد ابزارهایی مثل برب سویت چطور؟ پیشنهاد خوبی که شد این بود که میتونید کدهای جاوا اسکریپتی که برب سویت از وبسایت‌ها استخراج میکنه رو بگیرید و با سمگرپ اسکن کنید. اینجوری میتونید آسیب پذیری‌های سمت client side vulnerabilities مثل DOM XSS یا مشکلات دیگر رو توی اون کدها پیدا کنید. و سوال آخر که حتما پرسیده شده، استفاده از LLM ها و هوش مصنوعی با سمگرپ. بحث داغ این روزا. بله. پرسیده شد، گفتن که تیم سمگرپ و تریل آف بیتس به صورت آزمایشی از LLM ها برای کمک به نوشتن یا بهبود قوانین سمگرپ استفاده کردن و نتایج جالبی هم گرفتن. ولی هنوز در مراحل اولیه هست و جای کار زیاد داره. پس فعلا در حد آزمایشه. آره. به طور کلی گفتن تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی تو امنیت سایبری در جریانه. مثلا به چالش دارپا AI سایبر اشاره کردن که تریل آف بیتس هم خودش درگیرشه. بسیار عالی. فکر کنم دیگه یه دید خیلی خیلی خوب و جامعی نسبت به سمگرپ، قدرت‌هاش، محدودیت‌هاش و اینکه چطور میشه به طور مؤثر ازش استفاده کرد پیدا کردیم. بله، امیدوارم این بحث مفصل برای شما شنونده عزیز مفید بوده باشه. سمگرپ واقعاً به نظرم یه ابزار ارزشمنده چون تونسته قدرت تحلیل استاتیک رو با سادگی و سرعت خیلی خوبی ترکیب کنه و مهمتر از همه نوشتن قوانین سفارشی رو هم خیلی دسترس پذیرتر کرده. تریل آف بیتس هم خدماتی مثل ممیزی کد با استفاده از سمگرپ و کمک به سازمان‌ها برای نوشتن قوانین سفارشی ارائه میده. اگه نیاز داشتید میتونید یه نگاهی به خدماتشون بندازید. و حالا میرسیم به سوال چالشی این برنامه برای شما شنونده های عزیز. با توجه به تمام قابلیت هایی که از سمگرپ شنیدیم، به خصوص قدرت نوشتن قوانین سفارشی و تحلیل جریان داده، به نظر شما بزرگترین چالش یا مانع در پیاده سازی مؤثر سمگرپ در یک چرخه توسعه نرم افزار بزرگ و پیچیده، مثلا در یک شرکت با صدها دیولپر و چندین پروژه مختلف، چیست و به نظرتون چطور میشه بر اون چالش غلبه کرد؟
خیلی خیلی ممنونیم از اینکه وقت گذاشتید و به این بررسی نسبتاً عمیق ما در مورد سمگرپ گوش دادید. یادتون نره کانال پرژن هکر نیوز رو فالو و لایک کنید. ما سعی می‌کنیم به صورت روزانه یا هفتگی مطالب جدید و به روزی در حوزه هک و امنیت و باگ بانتی براتون منتشر کنیم. امیدوارم توی پیدا کردن باگ‌ها و باگ بانتی موفق باشید. بدرود.